سلام دوستان. توی این ویدیو میخوام در مورد رایج‌ترین داروهایی که بهتره به صورت ناشتا و با معده خالی استفاده بشن باهاتون صحبت کنم. به صورت کلی چون اکثریت داروها فرمولاسیون پیچیده‌ای دارن، ممکنه عوارض ناخواسته و تداخلاتی رو با انواع غذاها و یا داروهای دیگه داشته باشن و توصیه کلی این هستش که با معده خالی استفاده بشن. اما بعضی از داروها مثل بروفن و آسپرین باعث آسیب معده میشن اگر با شکم خالی استفاده بشن. ولی بیایم ببینیم که رایج‌ترین داروهایی که به صورت ناشتا توصیه شدن کدومان. اولین دسته از داروها آنتیبیوتیک ها، کپسول آموکسیسیلین، پنیسیلین، کپسول تتراسایکلین، داکسیسایکلین، قرص سیپروفلوکساسین و خیلی از آنتیبیوتیک‌های دیگه با معده خالی جذب بهتری دارن. اما بعضیاشون ممکنه یه مقدار احساس ناراحتی تو معده بدن و توصیه میشه صبح‌ها استفاده بشن با حداقل 2 تا لیوان آب و تا 1 ساعت بعدش هم دراز نکشین که مشکلی براتون ایجاد نشه. دسته بعدی داروها داروهای فشار خون هستند. داروهای مثل کاپتوپریل، انالاپریل، لوزارتان، والزارتان، آتنولول، متورال. این داروها بهتر صبح‌ها و با معده خالی استفاده بشن. دسته بعدی داروهای معده هستند. کپسول اومپرازول، لانزوپرازول، قرص پنتوپرازول. اینها هم به همین صورت. دسته بعدی از داروها داروهایی که برای تیروئید استفاده میشن، از جمله داروی لوتیروکسین که برای کمکاری تیروئید استفاده میشه و صبحها ناشتا بهترین جذب و اثر بخشی رو داره. داروهای دیگه مکمل‌های آهن مثل قرص فروسولفات، کپسول هماتینیک، کپسول ففول که داروی ترکیبی اسید فولیک و آهن هست. البته این دسته چون مزه فلزی ممکنه توی دهن ایجاد کنن، توصیه میشه که شبها قبل از خواب استفاده بشن. دسته دیگه از داروها داروهای پوکی استخوان، داروهای مثل ریزودرونات و آلندرونات که اینها هم چون یه مقدار ناراحتی گوارش ممکن ایجاد کنند، بهتره که صبحها با 2 تا لیوان آب استفاده بشن و تا 1 ساعت بعدش هم دراز نکشین که مشکلی ایجاد نشه.